ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدکر. و به راستی که قرآن را برای پند گرفتن آسان نمودیم، پس آیا پند پذیری هست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الله جل جلاله در آیات گذشته بعد از تثبیت حقوق افراد خانواده مسلمان توضیحات مفصلی داده شد و حقوق هر یکی را تشریح کرد و ارشاد داشت که تلک حدود الله، این همه مرزهای الهی است. و من یطع الله و رسوله یدخله جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها. هر کسی که فرمان از خدا و پیغمبر بزند، در نتیجه از این اطاعت الله جل جلاله او را به جنت داخل می کند که در زیر درختایش جویها روان است. و ذلک الفوز العظیم، و کامیابی بزرگ هم امیست. و هر که نافرمانی بکنه از الله و پیغمبر و از مرزهای تعیین شده الله جل جلاله که شریعتش است پا فراتر بگذارد، در نتیجه از این تعدیش داخل خواهد شد به آتشی که همیشه در آن خواهد بود و برایش عذاب سبکسار و ذلت آوری است. آنچه که سبکساری را بار میارد و ذلت را بار میارد، یکی هم مسئله فاحشه و زناست. این قرآن کریم این موضوع را هم طور تشریح میکند که میخواهد جامعه را به طرف استقرار و ثبات طوری بکشاند که آهسته آهسته مردم خود را دور بکند و گاه گاه که بعد از تثبیت نظام واقع میشد به او جزای سخت میدهد. حدیثی داریم از بخاری شریف که عرب‌ها در حدود چندین نوع مقاربت و نزدیکی و همبستری داشتند که در حقیقت نمونه از جهالت اونها را برای ما شما الله تشریح میکند. جامعه‌ای که یک نفر برای همسر خود میگفت که همین ایام عیادت که خلاص شد با فلانه خانزاده یک جا شو که در خانه ما یک خانزاده پیدا شد. این تو هم بود. بیرق‌های فاحشه در بعض خانه ها رپ میزد و هر کس میرفت در اونجا اطفاء شهوت میکرد. روابط پت در میان یک تعدادی بود. یک تعدادی هم با یک نفر چندین نفر معشوقا وجود داشت. این روابط عادی بود، به اندازه اعمال ناشایسته زیاد بود که حتی از کعبه هم لش طواف میکردن. وقتی که یک جامعه به اندازه به قهقرا رفته باشد، یک بار اگر الله فیصله میکرد که هر کسی از شما اگر زنا بکند سنگسار میشود، هر کدام شما اگر زنا بکند دوره زده میشود، اگر این احکام داده میشد به نهایت سخت مفتی. از طرف دیگری هم اسلام به شکلی که یک زمان تربیتی را سپری کرده باشه هم تیر نکرده. بدان قرآن کریم در این آیت ها بعد از سپردن حقوق سر حفظ ارزش ها صحبت میکند و میفرماید که واللاتی یأتین الفاحشه من نسائکم، و آن که اتیان بکنه آمدن بکنه الفاحشه به عمل زنا من نسائکم همراه همسران شما، فاستشهدوا پس شاهد بگیرید، طلب کنید شاهد را، علیهن بر آنها اربعة منکم 4 مرد از شما.
هر که اتیان بکنه به عمل فاحش زنا من نسائکم از همسران شما فاستشهدوا علیهن، و شاهد بگیرید بر آنها 4 منکم 4 مرد از خود شما. فان شهدوا، پس اگر 4 مرد گواهی دادند بر عمل قبیح اینها، فامسکوهن فی البیوت، پس حبس بکنید آنها را فی البیوت در خانه ها، حتی یتوفاهن الموت، تا عمر ایشان را تمام بکند مرگ، او یجعل الله لهن سبیلا، یا الله مقرر بکند برای ایشان راه دیگری را. کدام راه دیگر را الله برش انتخاب بکند. این آیت از جمله آیات‌های تعلیقی است. وقتی که آیه را تعلیقی بدانیم نسخ داری نمیاد، یعنی آیه منسوخ نیست، یک حکم تعلیقی بود جهت تربیت مردم که کلمه او یجعل الله لهن سبیلا همین تعلیق را برای ما شما میرساند. پس ببینیم که از یک طرف چی گفت؟ الفاحشه، یک کلمه را اطلاق کرد، بدی از این را ذکر کرد. دوم حساسیت موضوع را ذکر کرد، فاستشهدوا علیهن 4 منکم، 4 گواه را شما باید به او حاضر باشد، شما باید طلب بکنید. ایتو نشود که هر کسی را بدنام کرده برود و نام گفته برود بدون از اینکه دستاویزی داشته باشد. به خاطر از اینکه هر کس از این سوء استفاده نکند 4 منکم، 4 مرد از شما باید باشد. بعد از اینکه این 4 نفر گواهی داد، فان شهدوا، اگر گواهی دادن، فامسکوهن فی البیوت، پس اونها را در خانه هایتان حبس بکنید. تو حبسش میکنید که اجازه بیرون رفتن نداشته باشد، حتی یتوفاهن الموت، تا عمر ایشان را چی بکنه؟ مرگ تمام بکند. پس به اصطلاح بندی ابدی که میگویند، مادام العمر بندی به این شکل باید بوده باشد. قرآن میگه فی البیوت، در خانه ها بندیش بکنید، زیرا در او حکومت اسلامی بنام بندی خانه چیزی نداشت. حتی مسجد بندی خانه بود، کسی که غلط کار میکرد در مسجد بستش میکرد. حضرت شریح در مسجد بسته میکرد کسی که قیمتش یک نمی پرداخت برای غریمه خود. پس بندی خانهشان خود خانهش بود تا یک زمان همین موضوع او یجعل الله لهن سبیلا، یا الله مقرر کند برایشان راه دیگری را، راه دیگری که خوب جامعه تقرر یافت، به ثبات رفت. از او بعد 2 حکم داده شد که قرآن کریم بعداً شهرش میدهد. یا ای که کسی که فاحش عمل میکند عروس دارد، شوهر دارد، جزایش رجم است، سنگسار است. و یا ای که کسی که عروسی نکرده و او 100 دانه دوره است، 100 دوره باید زده شود. بعد از او باز اعلام میکنیم. علمای احناف بر غیر از دوره کدام چیز دیگر را در جمله حدود نمیداند. مثلا پیامبر خدا علیه السلام میفرماید که هرگاه کسی زنا بکند شما او را 100 دوره بزنید. بعد میگه و تغریب عام، 1 سال هم چیش میکنید؟ تبعیدش میکنید. این تغریب عام را جمع از علما به عنوان حد میداند. 100 دوره در جمعش تغریب عام، 1 سال باید تبعید شود از منطقه. احناف میگن که نه، 100 دوره زده شود، این حد است و حدود نمیشود که به خبرهای احاد او را زیادت ببخشیم. 100 دوره زده شود و تغریب عام تفویض صلاحیت داده میشود به قاضی. اگر قاضی لازم ببیند میتونه که تغریب عام بدهد، 100 تبعیدش بکنه. و اگر قاضی صلاح نبیند کفایتش میکنه 100 دوره. بنان تو این برای دوره شد. و یا هم رجم است، سنگسار است. بر زنا این قاعده شد که در خانه باید محبوس بمانند تا ای که مرگ برشان به سراغش میاد و یا ای که خداوند متعال راه دیگر را برایشان تعیین میکند. واللذان یأتیانها، و آن 2 مرد که یأتیانها به بدکاری بکنند، که بدکاری بکنند، منکم از شما، فآذوهما، پس ایذا رسانید ایشان را، فآذوهما، اینها را اذیت برسانید،
چی رقم اذیت برسانید؟ یک تعبیری که مثل زجری که به زنا داده می شود، بندیش بکنید، یک نوع اذیت است. فآذوهما، او را اذیت برسانید به چی؟ به بود بزنین، به چپاتش بزنین تا این رقم تهدید شود. فآذوهما، اونها را طعنه بزنین تا که اذیت ببینن و از این کارهای زشت دوری بگیرن. فإن تابا، اگر آن دو نفر توبه کردن و دیگه از عمل لواط کناره گرفتن و اصلح و اصلاح نمودن خود را، فاعرضوا عنهما، باز از طعنه زدن و از اذیت کردنشان دست بردارید. باز دست بردارید دیگه، بگذارش که به حال خودش باشن. فاعرضوا عنهما، پس اعراض بکنه از آن دوی. ان الله کان توابا رحیما، بیشک الله جل جلاله پذیرنده توبه و مهربان است. قرآن کریم این حکم داده. فقهای کرام در باب کسی که لواط میکند نظریات متعدد داده. بعض علما عین حکم رجم یا عین حکم ضرر سر تثبیت کردن. بعض علما که نه، حکم تفاوت دارد، باید اعدام شود. چی رقم اعدام شود؟ راه ها را برش تعیین میکنن. یک می از جای بلند انداخته شود، یک می دیوال سر چپه شود، یک تعداد میگه که نه اعدام شود، طوری که دیگه مردم جنایتکار اعدام میشود. انما التوبه علی الله، جزی نیست که قبول توبه علی الله بر الله است. للذین، برای آنانی که یعملون السوء، عمل میکنن کار بد را، عمل میکنن کار بد را به جهالت، به نادانی. ثم یتوبون من قریب، باز توبه میکنن در نزدیکی زمانشان. من قریب ای قبل موت، پیش از مرگ. فاولئک یتوب الله علیهم، پس آن گروه میبخشد الله بر ایشان. و کان الله علیما حکیما، و است الله جل جلاله عالم، حکیما با حکمت. هرگاه که از این دو نفر دست از اعمال قبیح برداشت، الله میگه فاعرضوهما، از ایشان اعراض بکنید، زیرا الله قبول کننده توبه و مهربان است. پس راه توبه چی؟ توبه را توضیح داده بودیم. در اصل به معنی چی است؟ بازگشت است. هر انسان، هر مخلوق، هر زیروح، من حیث زیروح برگشت دارد. این برگشتش به چند معنا است. به طرف هدف می رود، پیش رویش مانع را می بیند. به اساس زنده بودنش درک میکنه که نفوذ کردن نمیتونه، دور میخورد ولی حرکت را بند نمیکند. مثل ریشه واری، پیش روی سنگ دید، دور میخورد و باز میخواد خود به آب برساند. انسان مسلمان به اساس خواسته های نفسانیش، به اساس غلطیشان، به اساس قوه شهوانیش غلط میکند، ولی وقتی که به پیش میرود، به پیش رویش گناه آمد، غلطی آمد، توقفش داد. نباید توقف بکنه، بلکه پس باید حرکت خدا به طرف الله شروع بکنه و به پیش باید برود. بنان از نظر اصطلاحی چیست؟ میگه توبه بازگشت یک انسان است از گناه به سوی طاعت، به سوی خوبی که دارای شروط بود: ترک عمل، پشیمانی به عمل و تعهد به که پس برش نمیگردد، و از چهارمی که اگر حقوق العبد داشته او را برشان مسپارد. انما التوبه علی الله، جزی نیست که قبول توبه به الله است. للذین یعملون السوء، مرانان را که کار بد میکند، به جهالت، به نادانی میکند. همه مفسرین زیر از این به جهالت نوشته میکنند که هر گناه من حیث گناه اساس جهالت است. یعنی گناه آگاهانه را ما رسمیت نمیشناسیم. اگرچه در ظاهر میبینیم یک گناه را با علم میکنیم و در حقیقت اموجا ما علم نداریم. اموجا حتما این فکر ما به اساس شهوت و به اساس خودغرضی دیگه از بین رفته. اگر ما میفهمیدیم خو حق به حقدارش مسپاریدیم. اگر ما درست درک میکردیم خو ظلم نمیکردیم. ما در امو لحظه که گناه میکنیم جاهل هستیم. بنان جهالت به معنای ازید ترجمه نکنین که یک کسی بگه که این گناه کردم نمیدانستم، این گناه را میدانستم. هر گناه من حیث گناه اساس چی است؟ جهل است. ثم یتوبون، باز توبه میکنن من قریب، در نزدیکی. من قریب این معنی نیست که امروز گناه کردی دیگرش باید تو توبه بکنی.
من قریبین در حقیقت کل حیات است. کل حیات وقتی است برای بازگشت به الله جل جلاله. باز آ هر آنچه هستی باز آ. این درگه ما درگه ناامیدی نیست. 100 بار اگر توبه شکستی باز آ، همیشه برگرد و به الله جل جلاله نیایش بکن. من قریب قبل الموت فاولئک یتوب الله علیهم، پس آن گروه می بخشد الله بر ایشان. یتوب الله علیهم، بر رحمت برمیگردد بر ایشان. و کان الله علیما حکیما، الله است عالم به این است که بنده نمیتواند که زندگی بکنه و گناه نکند. عقیده ما نیست که پیغمبران خدا معصوم هستند. غیر از پیغمبران خدا هر کسی که است پیش خطا می شود، هر کسی که است پیش گناه سر می زند. تفاوت در اینجاست که انسانان خوب گناه میکنند توبه میکنند، انسانان بیعقل، انسانان جاهل گناه میکنند توبه نمیکنند. تفاوت اینجاست. بنان الله عالم به این است که این قرار برات باز گذاشته است که هر وقتی که تو خواسته باشی به الله برگردی الله توبه قبول میکند. حکیم هم به این است که ظرفیت برادر و چنین قانون برات تو داد. در این حکمت الله است. ولیست التوبه، و نیست قبول توبه للذین مرانانی را که یعملون السیئات میکنند بدیها را. ولیست التوبه للذین یعملون السیئات، نیست قبول توبه مرکسانی را که میکنند اعمال ناشایسته را، بدیها را، این را انجام داده میره و دمی غرق هستند. حتی اذا حضر احدهم الموت، تا آنگاه که فرا رسد یکی از ایشان را الموت، مرگ، تا به اندام مرگ چی میکنه؟ این در گناه آغشته است. وقتی که مرگ برش رسید قطعا فهمید که دیگه از این دنیا میرم، قال میگوید اینی تبت الان، هر آن من توبه میکنم اکنون. این میل توبه میکنم. به این مردم توبه نیست. زیرا تو خود میدانستی صبح و دیگه صبح کده رایستی، صبح و دیگه صبح کده رایستی، که بر تضمین میکنه که تو نمیموری. بدترین کار همی است. ما یک تعدادی از مرادارا را میشناسیم، وقتی که برش میگن جوان هستی برو حج، باز میگه والا الف نمیشد. چرا نمیری؟ گناه میکنم، خطا میکنم. کی برات گفته بود که تا سال آینده زنده میمونی؟ این از این زمانت از کجا آورد؟ دومی که برو حج برو. اگر باز گناهکار شدی خب باز توبه بکن، باز برو حج برو. ولی محدود چرا کردی از جان خودت؟ یک تعداد به این فکر میکنه برو یک چند نفر جوان هستن دیگه، مثل که آزاد باشه هر کاری که میکنن، بعد از اینکه جوانی بر سفیدی تبدیل میشه باز میگه خدا ما را ببخش. حتی یک تعدادی از مردم خو ایتو فتوا را هم دیدیم که از جان خود دادن. یک نفر در ماه مبارک رمضان عروسی میکنه باشه، میگه نان بخور، گپی نیست، روزه دا بخور به خاطر که تو جوان هستی، شاه هستی، شاه. دل روزه را گرفته میدی، در مابین روزه تمام کارا را بر تو جواز دارد، زیرا یگان بار خودم شاه میشه خو نمیشه. استغفر الله. این رقم نیست. توبه برای آنان نیست که اعمالش ناشایسته را میکنند تا وقتی که مرگ به گلوگاهش میرسد باز میگه اینی تبت الان، هر آن من اکنون توبه میکنم. به این انسان توبه نیست. وللذین یموتون و هم کفار، و نه آن کسانی را که میمیرند در حالی که اینها کافر میباشد. میمرد با کفر، اینها هم توبه نیست. اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، آن گروه را مهیا کردیم برایشان عذاب درددهنده ای را. عذاب درددهنده. قرآن کریم از آنانی که در حالت آخری میخواستند برگردند یک نمونه بر ما شما میدهد. فرعون علیه اللعنه هنگامی که در آب فرو رفت، حتی اذا ادرکه الغرق قال آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائیل، ایمان آوردم به او معبود بر حق که نیست جز او الله، او ذات عظیمی که آمنت ایمان آورده و به او بنی اسرائیل و انا من المسلمین، و ما از جمله مسلمانان می باشم. الله میگه که الان حال ایمان آوردی که آب در گلویت رسید و قد عصیت قبل و پیش نافرمانی کردی و کنت من المفسدین و جمله مفسدا و تباهکارا بودی، چرا پیش ایمان نآوردی؟
تا او اخو علیه دین حرکت کردی ظالمانه که تا مابین دریا رسیدی. وقتی که آب تو را گرفت باز میگی که ما آل ایمان آوردم. رسول الله صلی الله علیه و سلم هم میفرماید که خداوند متعال توبه را قبول میکند ما لم یغرغر، تا که انسان مرگش در اینجا نرسیده باشد. در اینجا که رسید دیگه باز از توبه کفش خلاص است. وللذین یموتون و هم کفار، و توبه و بازگشت به رحمت به او انسان هم نیست که او میره در حالی که کافر است. او کافر است با تو برو جنازهش بخوان بازو شود دیگه. تمام روز او میگفت که خدایت صدا کن. در افغانستان دو چیز گم بود. یکی کافر کمانست بود، نماز نمیخوان، به خدا دشنام داد، علیه اسلام مبارزه کرد، کل عمرش علیه دین داد. یک روز هم به خدا باز نگشت، وقتی که مردار میشد با جنازه از هم خوانده میشد. خیالش میگه که به این جنازه بخشیده میشود. این رقم نمیشه. این کسایی که کافر میمرند این جنازه خواندن و این توبه ها فایده نمی کند. اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، آن گروه را مهیا کردیم برایشان عذاب درددهنده. یا ایها الذین آمنوا، ای مسلمانان، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرها. این حکم دیگری است که قرآن کریم باز امو دوران جاهلیت و مسائل بدبوی را ختم می کند. قرآن برای ما شما دستور میده، چون در مدینه است و در مدینه نظام جور می کند، یک از احکام و قوانین جاهلیت را دفن می کند. او جاهلیت چی بود؟ که حالی هم در تعداد از مناطق افغانستان موجود است، فعلا هم در قرن 21. یک کسی عروسی کرد، شوهرش وفات کرد. بعد از خسرخیل میشه خوی از ماست، بیوه از ماست. دلش که یگان بار به یک طفلی که باور بکه 7 ساله است با او به نکاش میده. و این را ما هم دیدیم. و طفل 7 ساله یک زن کلان به نکاح میده. یا به یک ریش سفید خدازده که میمارد و این بدبخت هم چی میگه؟ امیر به نکاح به ما بده. جهالتی را گرفتن. خوب میفهمه که 2 روز بعد میموری، بردار میشی. چرا تو بیدینی میکنی؟ این رقم مردم وجود دارن. یک تعداد میگفتن که از ماست، باز ماست، سر هر کس که فروختیم، مثل که مال بوده باشه. بیوه از ماست، سر هر کس که بعد از او فروخت. این بیدینی است. قرآن کریم این رواج غلط و بی معنا را هم رد میکند. میفرماید که یا ایها الذین آمنو، ای مسلمانان، لا یحل لکم، حلال نیست شما را، ان ترثوا النساء کرها، که به میراث بگیرید زنان بیوه را به جبر. این حق شما نیست. ولا تعضلوهن، و منع مدارید ایشان را، لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن، منع مدارید ایشان را از نکاح تا باستانید چیزی که داده اید ایشان را. این به این عنوان نکن. ولا تعضلوهن، یک بار نگاهش میکنی، یک جای رفته نمیتونی. چرا نگاهش میکنی؟ لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن، تا باز بگیرید از ایشان آنچه که داده اید ایشان را. و کالای تا بر ما بان، ای را بر ما بان، ای را بر ما بان. با تأسف این کار با یعنی کار جاهلانه. از یک طرف خب بیچاره خود زن میراث میشود. این را خب بگذار که برش بگم که تو از شوهرت رو میبری. این را خب بگذار تو از شوهرت اشتک میبری. این را خب بگذار، کسی خب میراثش نمیته، بلکه سر خودش هم دعوا شروع میکنه. شما منع از نکاح نکنید زنان بیوه را به این بانه ها که مالش از پیش بگیرید. الا ان یأتین بفاحشة مبینه، مگر ای که کنن کار بی حیا و زشت را. در این صورت دیگه اگر اینا را خارج میکنن، اینا را جای نمیتین و با او فاحشی که امرای زنا با او معنیش میکنن، این دوم قضیه است که مطابق با حال زمان جهت تربیت در روشنی با حکومت حل میشود. و عاشروهن بالمعروف، گزاره کنید با زنان به وجه پسندیده. و عاشروهن بالمعروف، با زنان گزاره بکنید به وجه بسیار پسندیده و زیبا. فإن کرهتموهن، و اگر از آنها به جهات کراهیت داشته باشید. فعسى ان تکرهوا شیئا، چه بسا از چیزی که کراهیت دارید، و یجعل الله فیه خیرا کثیرا،
و الله در آن نیکی فراوان را قرار داده باشد. چه بسا از یک خصلت تو بد میبینی در حالی که همون خصلت در خانوادت خوب است. یعنی معنایی که شما با زنان به وجه پسندیده رفتار بکنید. پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم میفرماید که مخلوقی هستن که الله همه تو کج آفریدیش، اگر بخوای راستش بکنی مشکنه، بعد میگه شکستاندنش طلاق است. در زندگی شما نمیتونین که تو یک زنی را پیدا بکنین که 100% تمام کارش تو راضی باشی، عین شکلش. هیچ شوهری را پیدا نخواهد کردین که 100% زن از پیش از او یعنی یک نقطه اعتراض هم نداشته باشد. او طرف هم انسان است، این طرف هم انسان است، هر دویش مشکلات خود دارد. یعنی وقتی که ما میگم فلانه خوب آدم است، معنی از این نیست که هیچ بدی ندارد. وقتی میگم بد آدم است، معنی از این خوبی نیست که هیچ خوبی ندارد. بلکه ما به اساس زیاد بودن حکم میکنیم. مرد خوب کدام است که نیکیش بیشتر باشد نسبت به بدیش، زن خوب کدامه که خوبیش بیشتر باشه نسبت به بدیش. قرآن میگه وعاشروهن، معاشرت بکنه امرایشان به وجه پسندیده. فإن کرهتموهن، اگر از آنها به جهاتی که رعایت داشته باشید، یک جهتش باشه، یکیش زایبا نیست، خو اخلاق بسیار خوبی دارد، اینو در نظر بگی. یگان عادت اگر خراب دارد، زیباییش و دیگه احسانش رو در نظر بگی. فعسى ان تکرهوا شیئا، چه بسا چیزی که کراهیت دارید، و یجعل الله فیه خیرا کثیرا، و الله در آن نیکی فراوان را قرار میدهد. یعنی به این معنا که اگر پسند شما نیاید و یک چیز خوشتان نمیاد، یک چیز دیگری او داره که او باز خوشت میاد. یک زن میبینی که 2-3 مشکل داره ولی سخت مواظبت از فامیلش میکنه، سخت مواظبت از دارایی شوهرش میکنه، در تربیت اولادش بسیار زیاد کوشش میکنه. این بادش هم در نظر بگی. در عزت تو بسیار کوشش میکنه، درست است که مقبول نباشه ولی این نکاتش رو در نظر بگی. بالفرض نشد، همه خوبی بازن نشد، قرآن بر ما که وعاشروهن بالمعروف نتانستیم دیگه گزاره بکنیم. بعضی تو هم نیست که یک تعدادی از مردم هست، تعدادی از مردم هستن عروسی کنن، هر روز جنگ است، هر روز جنجال است، در او خانه هیچ روز خوبی وجود نداره، نان خوبی وجود ندارد. این ضرور نیست که ولی چطور طلاق بدیم یا چطور جدا شویم، ضرور نیست دیگه. این کار یک روزه نیست، 2 روزه نیست. و این اردتم، و اگر خواهید استبدال زوج مکان زوج، بدل کردن زنی که طلاق اون را دادید، مکان زوج و همسر دیگر را به نکاح بگیرید. ولی این پلان رسید دیگه، طرح ناروا را نباید بسازید. و آتیتم احداهن قنطارا، و داده باشید یکی از ایشان را قنطارا، مال بسیار را، فلا تأخذوا، پس نگیرید منه از این مال شیئا، چیزی را، فلا تأخذوا منه شیئا، از این مال قنطار چیزی را باز دیگه نگیر. خواسته باشی که با یک زن زندگی بکنی و یک زن را رها بکنی، با کسی که تو میخوای رهایش بکنی با او مال فراوان داده باشی. میگه و آتیتم احداهن قنطارا، داده باشید یکی از ایشان را قنطارا. قنطار را امام راغب رحمه الله میگه از قنطره گرفته شده به معنای پل است. پول انسان را به هدف میرساند. پول زیاد هم چیزی که در ذهنت بگره تو را به اونجا میرساند. از این خاطر پول بسیار زیاد را داده باشی، مال زیاد را داده باشی، فلا تأخذوا منه، از او قنطار هیچ چیز را نمیگیری، شیئا، چیزی نباید بگیری، کلش باید بسپاری برای زن. اتأخذونه، آیا میگیرید آن پول را بهتانا بناحق و اثما مبینا، و با گناه آشکارا. بناحق میگیریشه. ناحق چی هسته که تو سر زن اصلا خوشت نمیاد، اصلا به اصلا قوارض خوشش نمیاد، نه عاداتش، سر عاداتش باز دیگه نقد کرده برو تا که مردم با صوت تو را ملامت نکنن. چرا رهایش کردی؟ والا این صفت داشتی ناروا سخنا را بگوی. و کیف تأخذونه، و چگونه میگیرید آن مالی که شما برای همسرتان سپرده اید، و قد افضى بعضکم الی بعض، حالا که رسیده است بحث شما برای بعضی دیگرتان، و اخذنا منکم میثاقا غلیظا، و گرفتند از شما عهد محکمی را، عهد محکم و استواری از شما گرفت. 3 بار برگفت.
علمی دختر فلان دختر فلانه دارای عادات فلانه برای شما در مقابل این مهر به نکاح صحیح و شرعی داده شو، شما قبول کردین و تو 3 بار تکرار کردی که بله. از هر دویتان در یک مجلس تعهد گرفته شد. برای این تعهدتان یک مجلس کلان جور شد که به صدها نفر در او اشتراک کرد. در حقیقت نانی که از عروسی میگیرین به خاطر انعقاد است. و مجلس عادی نبود. در یک مجلس بسیار کوچک که 2 نفر گواه بوده باشه چقدر قوی می بشود. اگر در یک مجلسی که صدها تن و هزارها تن اشتراک بکنه اهمیت از او را خود درک بکنه. بعد از او وقد افضى بعضکم الی بعض، یکی به دیگه‌تان رسیدید، همبستر شدین. این نکات را ببینین، ولی به گپ بسیار کوچک یک دیگر اعلام میکنید. قرآن کریم در رابطه به این که انشاءالله در آیاتهای پایین توضیح بیشتر میدهد که نباید این میثاق غلیظ بشکند. چیز دیگری که در اسلام نیست ولی در افغانستان است. در اسلام نیست که چیز ما جور کردیم به نام این شیرنیخوری است و این باز چله بدلی است، این آینه و مصحف است. یگان گپای را کشیدن تعجب انسان بکنه. آینه و مصحف بازور میاره به مولوی سمیر خود دم بکنه. من نمیفهم که او چی میگه. سایشون بیخی عجیب است. این مولوی دو چی میگه؟ از کجایی را کشیده؟ کدام حدیثی را دید؟ کدام کتاب فقهی را دید؟ یعنی بسیار ظلم است نه؟ مردم فریب بدیم. مولوی خود سایش ما را دم برد میکنه. چی دو دم میکنی؟ دمو چی دم میکنی؟ استغفر الله. یک عمل ناروا است. یک بدعت است که در دین جایش دادی. او هم خوش میشه. با چادر سرش بر تو بخونه باز او میخونه. و یگان دانه خب با قرآن هم یاد نداره. ماشین که بوجه چی میخونه. تو کسایی هستن قرآن یاد نداره. من اوجه سعی میکنه. همون تا دیگه سعی کردهش میره. لا حول ولا قوة الا بالله. این چیزا در دین نیست. یا کیک میبرن یا انگشتری ها تبادله میکنن. یک نفر بازی را گفته بود که در کیک بریدن بسیاری چی است؟ فلسفه است. چی فلسفه است؟ یعنی یک تعهد است که اگر توی عروسی را مشکنه مانده کیک و 2 پله شوی میثاق غلیظ ها تعهد بسیار محکمی است. 2 پارهش میکنم. هیچ کل کارهای جاهلی است. خب کارهای جاهلیتی که از ادیان دیگه آمدن. جاهلیتی کلانترش باز دیگه است. عروسی که شب بازی‌ها را میگه که شارگشت است. خب در شارگشت باز میره، باز در شاید شمشیره میره، یا دیجا به نام پیر بلند یک زیارت است. نمیدونی چی بادام باغ هست، باغ بالا، در اوجا میرود دیگه. بازی شاه و عروس در زیارت میکنن. در زیارت چی بد میکنی؟ زیارت سر تا نفرین خواهد بگه که قولای لوچ سر لوچ و یک وجه بسیار کثیف و مردار در زیارت هم داخل میشه. یعنی کارهایی هست که دینی را نکرده، اسلامی را نکرده. از خدا باید بترسن، از این کارهای زشت باید دست بردارن و الله باید رجوع بکند. پس اسلام میره بر ما گفت که اگر نشد باز شوهر حق نداره که مال بگیره. این کارا باز ناروا گپا را جور نکنه. گاهی هم حکم دیگه جاهلیت قرآن علی بر ما رد میکنه و اوی بود که در دوران جاهلیت یک کسی که پدرش وفات میکرد و پدرش یک زن دیگری میداشت، بعد میرفت امو زن پدر خود به نکاح میگرفت. میگه ایرم مثل که بیوه را کسی نمیمانه که برای کسی دیگه به نکاح بدهد. این تعبیر که خود باز طرح میکرد که ولی بسیار ظلم است که خانم پدر ما دیگه کس به نکاح بگیرد. از او که خود ما سزاوارش هستم. قرآن کریم این حکم جاهلیت را هم منع میکند و ردش میکند و ارشاد میدارد که ولا تنکحوا و نکاح مکنید ما نکح آباؤکم، با آنانی که نکاح کرده باشد پدران شما، من النساء از زنان، الا ما قد سلف، لکن ما قد سلف، مگر آنچه که قبلا گذشته است. پیش از قرآن نزولی آیت چیزی که گذشته بود بگذارید. خب عربای تو نمیکنن که کده مادر اصلیش خود عروسی بکنن، این در تاریخ نیست. پدر خانم دیگری داشت، مادر اندرش
با او اونای عروسی میکردن. قرآن امور هم منع کرد. انه کان فاحشه، هر نکاح کردن زنان پدران فاحشه، بیشرمی است، و مقتا، و سبب خشم الله جل جلاله است از نظر شرع، و ساء سبیلا، و بد طریقی آمیزش است. بد طریقی آمیزش است. دو نکته می انه کان فاحشه، این بیشرمی و بیحیایی است که تو به بستر پدرت داخل میشی، و مقتا، و سبب خشم الهی است از نظر شرع، و ساء سبیلا، و بد طریقه آمیزش است. در پهلو از که این را هم حرام کرد اسلام عزیز ما. سلسله محرمات ابدی و سلسله محرمات سببی را و نسبی را هم تشریح میکند. در فقه اسلامی ما محرمات ابدی هم داریم که همیشه برای شما حرام است، و محرمات موقت هم داریم. محرمات نسبی هم داریم و محرمات سببی هم داریم. بعضی نکاح هست که به اساس نسب حرام است، بعضی نکاح هست که حرام است به اساس سبب. قرآن کریم برای ما شما ذکر میکنه محرماتی که اساسش نسب است. حرمت علیکم امهاتکم، حرام گردانیده شده بر بالای شما ای مسلمانان، امهاتکم، نکاح مادرانتان، و بناتکم، و نکاح دخترانتان، و اخواتکم، و نکاح خواهرانتان، و عماتکم، و نکاح عمهایتان، و خالاتکم، و نکاح خاله هایتان، و بنات الاخ، و نکاح دختران برادرتان که برادرزادیتان می شود، و بنات الاخت، و دختران خواهرایتان که خواهرزادیتان می شود، و امهاتکم اللاتی، و مادران شما اللاتی ارضعنکم، آنانی که شیر دادند شما را. مادرانی که شما را شیر دادند با آنها نکاح کردن حرام است. و اخواتکم من الرضاعه، و خواهران رضاعی شما. و امهات نسائکم، مادران همسرانتان. و ربائبکم اللاتی، و دختراندران شما اللاتی فی حجورکم، که در پرورش شما می باشند، من نسائکم، از زنان شما. دختره زنت در خانه تو کلان شد، وقتی که کلان شد تو با اون نکاح کردن نمیتونی. اللاتی دخلتم بهن، او دختران زنان شما که شما با او همسرتان همبستری کرده باشید. اگر صرف به نامت بود و همبستری نکرده بودی، میتونی که او را طلاق بدی و دخترش را به نکاح بگیری. فإن لم تكونوا دخلتم بهن، پس اگر صحبت نکرده باشید، خلوت صحیحه نکرده باشید با یکی از ایشان، با ایشان، فلا جناح علیکم، پس نیست گناه علیکم بر شما. و شما گناه نیست زن را به نکاح گرفته بودی و این زن دختری هم داشت، بعد این زن را طلاق دادی بدون از اینکه با این زن هم بستر شده باشی، دخترش را به نکاح بگیری. و حلائل ابنائکم، و حرام است بر بالای شما زنان پسران شما که سنوهای شماست. الذین من اصلابکم، زنان او فرزندان شما که من اصلابکم، از پشت شما باشد. این کلش حرام است. معنای دومی چی که حلال است برای شما نکاح کردن با زنان او فرزندان شما که شما بچه فرزندی گرفتید. دورا قرآن کریم مسئله بچه فرزندی را ختم کرده، ولی حکم به همون دوران جاهلیت است. یک تعداد مردم در زمان جاهلیت پسرخوانده ها داشتن، تمام حقوق پسر را به او میدادن. اگر آل قرآن میگه که زن از امو پسرت برای تو حلال است. و ان تجمعوا بین الاختین، حرمت علیکم ان تجمعوا بین الاختین، حرام است بر بالای شما این که جمع بکنین در بین دو خواهر در نکاح. دو خواهر در عقد نکاح یک فرد، الا ما قد سلف، مگر آنچه که قبلا گذشته است. ان الله کان غفورا رحیما، بیشک الله بخشاینده مهربان است. یگان بار انسان اشتباه کرده بود، غلط از پیش زده بود، خود تداوم نکاح را نمیتونه بکنه. تداوم نکاح نیست غلطی خود را ختم بکند.
و عین شکلش این محرماتی بود که قرآن کریم در دو بخش، هم به اساس سبب و هم به اساس نسب برای ما شما تشریح کرد. از جمله محرمات: حرمت علیکم المحصنات من النساء، حرام کرده شده بر بالای شما نکاح زنان شوهردار. نکاح زنان شوهردار بر بالای شما حرام است. الا ما ملکت ایمانکم، مگر آنچه که مالک است دستای شما که کنیزانتان است. ببینین که زنانی که شوهر دارن نکاحش با شما نمیشه. از این خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم ارشاد می‌دارد که کسی که در نکاح کسی باشد، باز او زنش به اصلاح ببرد، دزدی بکنه، بگریزانشه، با او باز یک جای دیگری نکاح بکند. اگر نکاح هم کرد، وقتی که حکومتی را دستگیر میکنه، اولادایش تسلیم برای شوهر اولیش میکنه و نفر کشته میشد، سنگسار میشد. و از این خاطر میگه العاهر الحجر، برای انسان زناکار او به چیز سنگ برش است. و الولد للفراش، و فرزند برای کی است؟ برای که فراش از او بود. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وصلى اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.